سلام بچه ها، وقتتون بخیر و شب و روزتون خوش. یه ترفندیه که قبلا هم فکر کنم بهتون گفتم، حالا میخواستم یادآوری کنم چون تو پیجم نیست، خواستم دوباره بذارم. هم شما هم کسایی که نمیدونن مطلع بشن، هم اونایی که میدونن یه یادآوری واسه شون بشه. این ترفند اینجوریه که گوشی که دارین شارژش به 1% رسیده یا داره خاموش میشه. یه گوشی دیگه دوستتونم کنارتون داره ولی اون گوشیش حالا 80% 70% نمیدونم حالا هرچی هست، میخواین ازش شارژ بگیرین. چجوری؟ USB های OTG هست، یکی وصل میکنین گوشی دوستتون و اون سر شارژی که حالت تایپ C یا میکرو SD هست، شما چیکار میکنین؟ وصل میکنین گوشی خودتون. اینجوری چی میشه؟ یه حالت بدبستون ایجاد میشه و گوشیتون شارژ میشه. و تو این حالتی که ایجاد شده، چون گوشیتون آمپر کمتری نسبت به شارژر گوشی میده، آمپر دهی شارژ دهی نصف میشه. یعنی انتظار نداشته باشین که اندازه سرعت شارژش اندازه سرعت شارژر گوشیتون باشه. پس فقط یه کمک کننده در مواقع ضروری و سخت و اینجور جاست.